سلام، وقتتون بخیر. خیلی ها در مورد این چسبای جواهر سازی سوال کرده بودید که آقا نگاه کنید زرد میشه. ببینید الان این حتی دوره این سریش هم زرد هستش که چرا زرد میشه یا چرا خوش میشه. ببینید اینجا نگاه کنید، من دارم اینو فشار میدم، داره هوا ازش میاد بیرون. یکی از علتهای بزرگش اینه که هوا توشه. یعنی وقتی کسایی که میان ازش استفاده میکنن، اینا از ته فشار نمیدن، از وسط فشار میدن، در نتیجه هوا برمیگرده توش. ببینید این وسیله‌ایه که من خودم باهاش عرضم به حضورتون اینو از پایین میشه تا کرد. البته با دستم میشه، ولی خب با این وسیله خیلی راحت تر. حالا این اولش رو باید خود این پاییناشو فشار بدید که صاف بشه و بشه راحت برید تو. نگاه کن این انقدر هوا توش بوده که توش هم زرد شده. حالا علاوه بر اینکه دورش زرد میشه، اول شروع میکنه به دورش زرد شدن، بعد توش زرد میشه. این توش هم زرد شده. ببینید نگاه کنید، یه نمونه مقداری میریزم روی این پلاستیک. حالا نمیدونم خوب میبینید یا نه، زرد شده. این به خاطر اینه که هوا رفته توش. خب برای اینکه هوا اینو بگیرید باید اینو به صورت قائم بذارید. خب اینو وقتی به صورت قائم گذاشتید، این چسباش تنشین میشه، هواش میاد رو. بعد این کلیدای این وسیله ها که بهش میگن کلید تخلیه کنه تویوب یا کلید تویوب جمع کن بهش میگن، اینا رو میایید از پایین شروع میکنید به لول کردن. خب ببینید این اولش یه خورده چون یه خورده باد داره، اولش یه خورده سخته. اون پاییناشو یه خورده صاف بکنید، این کلیده قشنگ میره توش. کلیده رو باید یه خورده بذاری توش و بعد لول بکنید. حالا اینجا یه خورده سخت میره توش. خب نگاه کنید، حالا الان درست شدش. ببینید با این که داریم این کلیدو میپیچونیم ولی هنوز چسب نیومده بیرون. چرا؟ چون که توش پر هواه. همین هوا باعث شده که این زرد میشه و وقتی زرد میشه یه مدت بعد این خوش میشه. شما قبل از اینکه در اینو ببندید باید هوای اینو قشنگ تخلیه بکنید و بعد درشو ببندید. من هنوز از این داره هوا میاد، میبینید حالا یه خورده چسبم کنارش میاد ولی بیشتر هوا داره میاد بیرون. این تا هرچی هوا داره باید هواش قشنگ تخلیه بشه. خب الان مثل این که بله دیگه هوا نداره، داره فقط چسب میاد بیرون. میبینید چسبا همه زرد شده و دیگه غیر قابل استفاده است. البته چسبندگیش کم میشه ولی استفاده میشه کرد، ولی خب ما توصیه میکنیم استفاده نکنید چون کار کثیف میکنه و عرضم به حضورتون چسبندگیش کمتره. خب پس از اینکه هوا رو تخلیه کردیم درشو میبندیم و حالا اگر خواستید کلیدو در بیارید میتونید کلیدو در بیارید. ببینید نگاه کنید، اونی که به نظر ما پر بود حالا ببینید چقدر خالی بوده. این هوای توی این باعث شده که این زرد بشه و دیگه به درد نخوره. این کلیدا توی پیج موجوده، میتونید سفارش بدید و کارتون راحت باشه.